این مجموعه تلاشی است برای عبور از افکار 57 و رسیدن به ایرانی جوان و عاقل با تکیه بر فرهنگ و تاریخ و هویت اصیل ایرانی. با درود و عرض ادب خدمت شما خانم ها آقایان هموطنان عزیز و گرامی، من جواد رضایی هستم از اندیشکده پرشیا زرتشت. در خدمت شما هستیم با یک ویدئوی دیگری از مجموعه برنامه‌های گپ و گفت. گپ و گفت ما نظرات شما، گفتگویی ساده و خودمانی پیرامون مسائل پیچیده و رسمی. عرض کنم خدمت شما که همچون همیشه من مزاحم جناب آقای ایرانی یار همیشگیمون شدم در ایران و امروز که داریم با شما صحبت میکنیم طبق عرض کنم که تاریخ 28/10/2024 هست، یعنی در روز 28 ماه اکتبر از سال 2024 هستیم و آقای ایرانی لطفاً تاریخ فارسی رو هم بعداً به هموطنان ما بگین. و همین 2 روز پیش بود گویا 5 صبح 4 صبح اینا صبح زود خواب بیدار شدن و طبق چه عرض کنم طبق اخبار و روایت ها اومدن حمله کرد اسرائیل به خاک ایران و چند تا از مراکز نظامی رو زد و من در آخرین خبرهایی که حالا سطحی پیگیری کردم جناب آقای ایرانی 4 نفر از هموطنان ما که در ارتش ایران خدمت میکردن هم بدین وسیله کشته شدند و این جای تأسف داره. حالا آمار اخبار در بیاد که تعداد بیشتری هم کشته شدن، باز جای تأسف بیشتری داره. به هر ترتیب ما چون این مسئله جدید نیست و چند سالی است که این موشک پراکنی های پینگ پونگیشون ادامه داره، ما در 3-4 برنامه قبلی جناب آقای ایرانی صحبت هایی کردیم که این صحبت ها یک جورایی مورد قضاوت یا بگم حالا هر چی بگم قرار گرفت از سمت دوستان و گویا منظور ما یا ما نتوانستیم درست منظورمون رو به دوستان ارائه بکنیم و باز هم ما تصمیم گرفتیم که یعنی من از شما خواستم که توی این ویدیو بیای و بیشتری مسئله رو توضیح بدیم، من هم بتونم بیشتر آنچه در ذهنمون خدمت هموطنان عزیز توضیح بدیم تا ما هم حداقل تونسته باشیم با ارائه نقطه نظر و دیدگاهمون به هموطنان کمک کنیم که شاید بشه به یک راه حل، نمیگم کلی، به یک راه حل عمومی برای برون رفت از این بحران و از این شرایط رسید. فقط بگم که دوستانی عرض کرده بودن که ما در ویدیوهامون گفتیم به هیچ وجه جنگ نمیشه. من ویدیوها رو خب بازبینی کردم. بله من خودم بر این نظر هستم که جنگ به شکل کلاسیکش انجام نخواهد شد، یعنی جنگ بر اساس تعریف کلاسیکی که همه ازش سراغ دارن بین ایران و اسرائیل اتفاق نخواهد افتاد. ولی شما نظرات دیگه کنارش دارید. من ترجیح میدم که الان این مقدمه رو کوتاه کنم و آقای ایرانی از شما بخوام ضمن احوال پرسی با هموطنان ما اینکه بفرمایید در نهایت نظرت چیه؟ درود بر شما جناب آقای رضایی گرامی و درود بر شنوندگان و بینندگان شما. اول از همه بگم که امروز 7 آبان ماه 1403 هست، یعنی 7/8/1403 8مین ماه. بعدش این که در مورد جنگ اتفاقا من خواب نبودم بیدار شدم، من از اولش استثناءً اون شب بیدار بودم پیگیر اخبار بودم، یهو دیدم به خبر اومد که آقا اسرائیل حمله کرد. اسرائیل حمله کرد و دور اول حمله و خیلی هم جالب بود، مثلا موشکش فکر نکنم به زمین خورده بود، اطلاعات جنگ اومده بود بیرون که این دور اوله دارن حمله میکنن، بعد دور دوم هم داره، بعد دور سومش هم هست که همینجوری تا ساعت 5 صبح 5:30 صبح طول کشید و فیلم و اخبار و خبر و اینا اومد بیرون و گفتن آقا زدن، خیلی زدن. اینور هیچ خبری نبود البته سمت
ما ولایت ما هیچ خبری نبود، نه صدایی اومد، نه ترقی ترکید، نه آجیری زدن، هیچی، اصلا اینجا که خبری نبود. ولی توی اینترنت من اخبار دنبال میکردم، خیلی شدید داشتن پیگیری میکردن سایت های مختلف و اخبارش میومد بیرون، فیلماش هم میومد بیرون. صبحش بابا رفتیم بیرون تو بازار، تنها تأثیری که من دیدم فقط این بود که گوجه رو خریدم 25,000 تومان، رو خریدم 50,000 تومان. تنها تأثیرش این بود. بعدش هم از خرید برگشتم، اتفاقا یکی از همسایه‌ها رو دیدم، اومدم تو بازار. اکثرا میدونستن چون قیمتا رفته بود بالا، اکثرا میدونستن که یه خبری هست. اما توی همسایه‌مو دیدم، گفتم آره آقا زدن، ما گوجه خریدیم 50,000 تومان. کی زده؟ اصلا خبر نداشت، هیچ خبری نداشت که کی زده، کجا رو زده، چی شده، بلا این برنامه. و جو بیرونم من هر جا رو نگاه میکنم هنوزم بعد از 2-3 روز اصلا انگار نه انگار اسرائیل حمله کرده، پایگاهی زده، چند نفر مردن. بعد اینم تصحیح کنم که فعلا ارتش گفته که 4 نفر رو اول گفته بودن، بعد البته اول 2 نفر گفتن، بعد گفتن 4 نفر، بعد گفتن 5 نفر، بعد ارتش گفت این پنجمی مال ما نیست، نمیدونم مال کیه. اون بنده خدا دیگه من نمیدونم از کجا چی شد چجوری شد، این گفت مال ما نیست، اونم گفت مال ما هم نیست. در هر صورت اما اینجوری که اخبار یعنی کسی گردن نگرفت؟ هیچی گردن من نمیدونم اون دیگه چه بنده خدایی بود هیچی گردن نگرفت اونو. کاری نداریم. کلا جو جامعه اصلا جنگی نیست آقای رضایی اگر فکر کنی. یعنی اون روزی که عراق به ایران حمله کرد، نگاه کنم بهت بگم همین الان محکوم نشین به تحریف تاریخ. شما ادامه بده. ولی این که اون روز به محض این که عراق اول به فرودگاه مهرآباد بمباران کرده بود و از طرف مرزم حمله کرده بود، آقا سر صدا پیچید، یعنی همه یهو گفتن جنگ شده. هر کیو میدید میگفت عراق حمله کرد. اما این بار اصلاً هیچ خبری از این که آقا جنگ شده نیست. آقای ایرانی عزیز، جانم، ببین جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 1359 با تهاجم عراق به ایران به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. از نظر مقامات عراقی شروع جنگ در 13 شهریور 59 بوده و حمله توپخانه سنگین ایران به شهرهای خانقین و مندلی بود. به طور رسمی تا قبول قطعنامه 598 توسط ایران در 27 تیر ماه 1367 به طول انجامید. به طور عملی در 29 مرداد 1367 آتشبس برقرار شد. لطفاً هموطنان عزیز ما رو ببخشید، ما تعریف تاریخمون رو به اصطلاح تصحیح میکنیم. چیزیست که تو ویکی‌پدیا نوشته. در هر صورت اینا مهم نیست، اما اون روزش من یادمه. بله. هنوز نیم ساعت نشده بود تمام مردم ایران اطلاع داشتن که عراق به ایران حمله کرده. همه اطلاع داشتن و همه هیجان زده و دنبال راهکار بودن. همه یعنی رگ غیرتشون برخورده بود که عراق به ایران برای چی حمله کنه. اینجوری شده بود. بعد اینکه ولی این دفعه این خبرها نیست آقای رضایی به هیچ وجه. یعنی شما برو بیرون اصلا یک نفر نمیگه کی زد، کی خورد، چی بود، چی نبود، چند نفر مردن، نمردن، برای چی مردن، اصلا هیچ چی نیست، هیچ خبری از اینجا نیست. حالا شما بفرمایید برنامه در مورد چیه، من بیشتر از این دیگه اینو ادامه نمیدم. یعنی شما میفرمایید در داخل کشور ایران در بین مردم هیچ نشانی از شرایط جنگی نه اصلا هر کی داره کار خودشو میکنه، برنامه روزمره خودشونو دارن، اصلا صحبتی هم نمیشه در موردش، هیچ صحبتی هم من جایی ندیدم کسی صحبت کنه. خودم چرا شروع میکنم ولی اکثرا اصلا بی تفاوتن در مورد این مسئله. من خودم هم با شما در اینجا موافقم. دلیلم هم اینه که من با خانواده خودم، دوستان آشنایان که در ایران در تماس همیشگی دائم هستم و صحبت میکنم،
الان اونها هم هیچ براشون اهمیت نداره، هیچ اهمیتی نداره و اصلا پیگیرش نیستن و یه جوری براشون کاملا عادیه و میدونن که آقا این دیگه یه بازی سیاسیه. در حقیقت در اینجا این اتفاقی که افتاده و تفاوتی که وجود آمده باید راجع به اینا صحبت کرد، نه اینکه راجع به چه عرض کنم، راجع به خیلی مزخرفات. ببخشید واسه من آدرس اشتباه داریم میریم، بگذاریم. خیلی خوب. ببینید جناب ایرانی عزیز، شما الان کل این صحبتی که فرمودین خروجیش این شد که آقا هیچ نشانی از شرایط جنگی در بین مردم وجود نداره بعد خلاف سال 1959 به بعد که شروع شد. خب این کاملا درسته و منم عرض کردم بر اساس شواهدی که خودم دارم، ارتباط مستقیم که با داخل ایران دارم و دیگران دارم میبینم که بله کاملا درسته. این حرف شما درست. اما میخوام از شما دقیقا سوال کنم که آیا واقعا معتقدی که جنگی شروع شده و جنگی در حال انجام و در حال وقوعه؟ مشخصا نظرت اصلا چیه؟ جنگ میشه نمیشه؟ اینو مستقیم یک بار اینجا خیلی واضح بگو که منم تکلیفمو با تو معلوم کنم. ببینید جناب رضایی، اولا که ما بحثمون سر جنگ میشه نمیشه نیستش، که ما مشکلمون جمهوری اسلامیه. رژیم جمهوری اسلامی الان مشکل ایرانه، نه اسرائیل مشکلشه، نه امریکاست، نه کسی دیگه، نه زدن اسرائیل باعث میشه این بره، نه هیچ. اینا من معتقدم اگر ما مشکل رو بفهمیم حل مسئله رو هم میفهمیم. ما مشکلمون رژیم جمهوری اسلامیه. همین. من سوالم رو تکرار میکنم. از نظر شما با توجه به همه این مسائل جنگ میشه نمیشه؟ با توجه به همه این مسائل ببینید هر چیزی که به نفع ما نیست اتفاق میفته. چرا؟ 45 ساله ما محکوم بر این شدیم که به علت حماقتمون دولت‌های خارجی بیان نفوذ کنن در ایران و هر جوری خواستن جولان بدن. چرا؟ برای اینکه ملت ما کاری نتونست انجام بده، نتونست اون عقلانیت رو داشته باشه، کودک صفتیش رو بذاره کنار و برنامه ریزی بکنه برای رفتن از گذر از این مشکل بزرگ. خب حالا شما به من میگی که این جنگ میشود یا نمیشود. خب جنگ بشود یا نشود فرقی برای ما نمیکنه، اما ببین اما منافع دنیا الان به این صورته که ما امید داشته باشیم که اسرائیل میاد رژیم ایرانو ور میداره. خب رژیم ایرانو اسرائیل برای ما ور میداره و ما آزاد میشیم. بنابراین لازم نیست ما دیگه هزینه‌ای بدیم، صبر میکنیم مثل 45 سال قبل تا حالا صبر میکنیم که اونا کاراشونو بکنن، رژیمو که ورداشتن بعدن ما میایم وسط. این جریان جنگ میشود نمیشوده. جنگ همینجوری تجدار مریض ادامه پیدا میکنه. یعنی 2 ماه دیگه البته جشن 22 بهمن هم امسال انجام میشه، هیچکی نمیزنه اینو. من سوالم واضح میکنم، لطفاً جواب واضح بده. اصلا احتیاجی من ندارم به این توضیحات رو من از شما نمیخوام. ببین الان شرایط الان، بذار از یه جا دیگه، آقا الان شرایط الان آیا جنگ هست یا نیست؟ نه نمیشه. جنگ الان هست؟ الان نه. الان یه جنگ زرگری هست، من میزنم تو میزنی، من بزنم تو نزن، اینجوریه. آقا جون ما با آخوند طرفیم آقای رضایی عزیز. آخوند میدونی یعنی چی؟ جواب این پرسشو من مشخصا میخوام از آره و نشو بشنوم، برای اینکه مال من نیست. این پرسش خیلی افراد دیگه نیست. من میخوام اینجا خیلی مشخص باشه. هر چی توضیح بدی فقط کار خودتو منو سخت‌تر میکنه. ببین جنگ الان، این ملت میگه آقا، این ملت که نه، این اپوزیسیون، این نخبه ها، اینا میگن آقا جنگ میشود، جنگ بین ایران و اسرائیل. خب من الان خودم فهمی که میکنم اینه که تو کله اینا، تو مخ اینا تعریفشون از جنگ چیه؟
خب من که تو کله اونا نیستم نمیدونم، ولی اون چیزی که ببین دقت کن، اون چیزی که به عنوان علمش وجود داره، به عنوان منطق وجود داره، اینه که آقا میگه جنگ قدیم به شکل کلاسیک بوده، اون چیزی که 2 تا جنگ جهانی هم براش اتفاق افتاد. خب بعد یه مدل هم هست لشکر کشور گشودن، نمیدونم زمین اینکی رو گرفتن، اون زمین اینکی رو گرفت، جبهه رو خالی کردن، اینجوری. بعد نمونهش همون جنگ کلاسیک ایران عراق. خب یا همین الان جنگ روسیه و اوکراین، همین الان، درسته؟ یه مدل هم جنگای نیابتی، همونی که 20 سال به خاک و خون کشید سوریه بیچاره رو و مردمش. بله درسته. یه مدل هم اونجوریه، یه سرزمین ثالثی میاد و یه سرزمینی هست و کشورهای دیگه آقا از اون ور روسیه یه میاد به اصطلاح از چیز میزنه، از دار دسته مثلا آمریکایی به اصطلاح میزنه، اون از این میزنه، همینجوری میرن جلو منتها توی جای دیگه. اینم دومیش. خب بله یه مدل هم هستش که آقا جون جدیداً مثل این که مد شده که آقا گویا یعنی دقیقاً با همین جنگ بین ایران و اسرائیل شروع شده که آقا یه دونه این به اون خبر میده میزنه، یه دونه اون به این میده خبر میزنه. حالا اگه اسم همه اینا رو جنگ بگذاریم یا نگذاریم اونو دیگه کارشناسان نظامی باید بگن. اما من مستقیما از شما سوال میکنم، با توجه به همه این چیزایی که الان هست، آیا جنگ کلاسیک بین 2 کشور ایران و اسرائیل کلاسیک اصلا اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ به هیچ وجه اتفاق نمیفته. حتی اینکه میگن جنگ جهانی سوم خطرش هست و فلان، من بعید میدونم اگر هم اتفاق بیفته وارد خاک ایران نمیشن، یعنی رژیم ما رو ور نمیدارن. من مطمئنم. میدونی چرا رضایی به اینجا وارد نشد. به اینجا من خواهشم فقط آره نشد. پس جنگ به شکل کلاسیکی انجام اتفاق نمیفته اصلا به هیچ وجه. منم دقیقاً با شما موافقم. جنگ به شکل کلاسیک فراموشش کن، اتفاق نمیفته. حالا چه دلایلی داره اینا رو ما میتونیم بعداً بگیم که قبلا هم البته گفتیم میتونیم در فرصت‌های دیگه خیلی قشنگ و مشخصاً بپردازیم به اینکه آقا چرا ما میگیم جنگ کلاسیکی بین ایران و اسرائیل انجام نخواهد شد. اینو ما باش کاری نداریم. میرسیم سراغ بعدی، جنگ در یک سرزمین سوم. اگه اسم جنگ گذاشت مثل لبنان و سوریه و اینا دیگه. آره دیگه، مثل لبنان. مثلا لبنان نیروهای ایرانی رسما ارتش یا مثلا سپاه از ایران رسمی اونجا شروع کنن به صورت رسمی با نیروهای مثلا اسرائیلی جنگیدن، یعنی رسما برن اونجا به جنگن، یعنی با یونیفرم و همه چی. آقا بله اعلام رسمی. الان که تا الان ایران که میگه من نیستم، مستشار میفرستم فقط، ولی نه مستشار نفرستن، یعنی رسما مثل تو جنگ سوریه قشنگ هواپیماهای روسی میامدن اعلام میکرد روسی که آقا ما امروز در این منطقه عملیات انجام بدیم، آمریکایی اعلام میکرد ما امروز در این منطقه عملیات انجام بدیم، یا ترکیه مثلا میگفت رسما. توضیح بدم بفرمایید. عرض کنم که ما 1-2 جلسه قبل برنامه‌مون گفتیم این 12 تا شرط پومپئو که وزیر امور خارجه بود از طرف ریاست جمهور ترامپ اومد ابلاغ کرد به این جمهوری اسلامی، همینا بود که آقا جون شما باید سپاه قدس از بین ببرین، نیابتیاتون رو از بین ببرین و موشکیاتون رو بذارین کنار، هسته‌ای رو بذارین کنار. خب الان دقیقاً داره همون برنامه اجرا میشه. خب عزیزم، آقای رضایی عزیز، شما اگر کارخونه دار باشی 500 تا کارگر استخدام کرده باشی، من بیام بهت بگم آقا کارگراتو بنداز بیرون، ما میخوایم جنس از خارج بیاریم وارد کنیم، فقط شما جرأت داری 500 تا کارگر رو همون روز بندازی بیرون؟ نه، جواب سوال بده. تو یه جوری اینا رو بنداز بیرون، من هر چی تو گفتی چشم. الانم جریان همونه. ما که نمیتونستیم بیایم بگیم آقایون نیابتی، نمیدونم حزب الله لبنان، چیه حماس، فلانی بیساری، همه دیگه تمام شد، ما دیگه پول بهتون نمیدیم، حقوقم نمیدیم، هر کاری دلتون خواست بکنید. من اینو قبول دارم. جواب سوال منو بده. آیا یک جنگی؟ ببین عزیزم، الان ما داریم اون کارا رو انجام میدیم. بله این جنگ میشود، موشکی ما به میرود. البته من توی صنایع هسته‌ای شک دارم، اینا فکر کنم رایزنی کردن هسته‌ای قرار رو بشن.
چون زیاد سخت نمیگیرن، دنبالش هم نیستن. به نظرم موشکی هم حتی هیچ اتفاقی براش نمیفته. حالا من کاری نه، من مشخصا سوال ازت کردم. موشک بالستیکو دارن میزنن. آقا ببین من البته ببین الان شرایط اینجوریه، اسرائیل چیو زد؟ پدافند هوایی ما رو زد. ایرانی اجازه بده، ببخشید من باید هی مدام این پافشاری رو موضوع بکنم، ببخشید. من سوال ازت کردم، اون جنگ به شکل نیابتی در سرزمین ثالث بین ایران و اسرائیل انجام خواهد، بین ایران و اسرائیل انجام خواهد شد یا داره نه؟ آره یا نه؟ آره یا نه؟ دلایلشو نمیخوام. ما 500 تا کارگر میبریم میذاریم لب تیغ ابن برن، همین. آقا آره یا نه؟ ببین آره یا نه؟ تا اونجایی که اون کارگرها بمیرن، همین. جنگ نیست. الان دارن اون کارگرها میبینن، یعنی الان ما در حال حاضر شاهد یک جنگ داره انجام میشه. حزب الله لبنان داره از بین میره، نمیدونم اون چیز از بین رفت، این چی بود، حماس از بین رفت، فرداش هم نیرو قدس از بین میره. خب موشکی محمد بعد ما آدم میشینیم سر جامون. خب ببین پس در واقع جنگی که بین ایران و اسرائیل در حال جریان هست، اگر تازه اینم که با این تفاصیل جنگ بین ایران و اسرائیل نیست که اگر 12 تا شرط پمپ و پاشین وسط باشه، در واقع اسرائیل داره به ایران کمک میکنه، ایران هم رژیم کنی ایران هم به اسرائیل داره کمک میکنن که این 12 تا شرط اوکی بشه. بعد پشت این قضیه، یعنی به واسطه اوکی شدن این شرایط، چه سودهایی برای اسرائیل داره و چه سودهایی برای رژیم جمهوری اسلامی داره و چه سودهایی برای اون شرایط بین‌المللی داره، اون جای خودش. پس در واقع اینم همون جنگ زرگریه، اما حالا فرض میگیریم اوکی جنگی است اما نیابتی داره انجام میشه در یک سرزمین دیگری، یعنی نهایت اینه. بعد شما جوابت مشخصا اینه. خیلی خوب، حالا من میرم سراغ سومی سوال تو این قضیه که آقا این مدلی که الان اینا شروع کردن از 2-3 سال پیش به این طرف، یعنی شما نگاه کن هموطن عزیز، اول قاسم سلیمانی بود، بعد موشک زدن به پایگاه آمریکایی‌ها بود، اون تمام شد، پروندهش رفت به کنار تا رسیدیم یک بارکی شدت پیدا کرد. بعد از اون اینکه اون نمیدونم حزب الله‌ها بودن کیا بودن، من اصلا برام اهمیت نداره واقعا، که اومدن تو اون جشن حمله کردن. بعدن خود اسرائیلی هم خیلی راحت آمار دادن که خودشون اصلا گذاشتن اینا بیان تو اون جشن تابستونی و بعد از اون کشتار دیگه شروع شد همین جدیدن همین آخرین حمله به اسرائیل به نوار غزه و به همین ترتیب یکی به این زد یکی به اون زد. بعد دیگه زدن یارو هنیه تو تهران، بعد نمیدونم نصرالله و بعد این یارو یحیی سنوار چیه، هم به همین ترتیب، بعد اینا به اون اونا به این، که رسیدیم به اینجا. این الان از نظر شما چه جنسیه؟ اینو مشخص بگو، خیلی توضیح نده. اون چیزی که تو ذهنته فقط دلایلش رو نگو که چرا به اون نتیجه رسیدی، خود اون نتیجه رو بگو. الان ته خطیم، یعنی ما الان ببین خیلی مشخصه. ببین الان اونا پایگاه ما رو از بین بردن، پدافندمون رو از بین بردن، دست بالا رو هم دارن، ما هم گفتیم جواب نمیدیم، رک و راست. حالا توی تلویزیون و رادیو و روزنامه و اینا میگیم جواب سخت میدیم. آقا باید ظاهر رو نگاه نکنیم که باطنش رو ببینیم. که فرمانده کل قوا دیروز اومد سخنرانی کرد، گفت آقا زیاد سخت نگیریم، تمام شد. کی قراره الان دستور حمله بده؟ همونی که فرمانده کل قوا بوده، گفته که من نمیدونم، شما خودتون برین یه کاری بکنید. دستور نداده دیگه، رک و راست. خب پس خبری نیست، ما جواب نخواهیم داد. خب نه، اما این شرایط الان چیه؟ ببینید من توضیح میدم. الان این شرایطی که الان درش هستیم، که توی این شرایط اومدن و صحبت کردن و بالا پایین کردن این آقای فرمانده کل قوا و بقیه هم هست. کل این شرایط من میگم کل این شرایط نظرت چیه؟ آیا یه مدل جنگ جدیده؟ ببین آیه اصلا بحث جنگ نیستش که، بحث سر بقای رژیم جمهوری اسلامیه. اینا رفتن رایزنیشون رو کردن، قرارمداراشون رو گذاشتن، قرار بمونن. یه سری تعهدات هم دادن، موشک‌ها رو باید 5000 تا 5000 تا بزنن بره تموم شه، بعد نمیدونم پایگاهاش هم خراب شه دیگه نتونن درست کنن.
یه سری بودجه هم باید بدن که ما باز نفت بفروشیم، نباید ما بخوریم، که باید بره دوباره همین چیزا بشه دیگه برای چی بشه؟ لبنان که دیگه تموم شد، حزب الله تموم شد، بلا اینا حالا باید بسازیم، حالا باید دوباره پول بدیم به اونا برامون دیگه، این دفعه S300 نه S500 بیاریم. ببین اینا همه سود. پس ببین جواب من میتونه این باشه، اصلا جواب اینه که اصلا شما میفرمایید اصلا جنگی به معنای تخاصم و دشمنی در کار نیست، معامله است. معامله است. تا شکل معامله الان اینه. خب نمیتونن به ما بگن آقا ما داریم پول شما رو برمی‌داریم اینجوری دود میکنیم، که باید حکومتشون هم بکنن، دزدیشون هم بکنن، کارهای دیگه‌شون هم بکنن، ما هم وایسیم منتظر اسرائیل بیاد بزنه دیگه از این بهتر سناریو. ببین پس بذار من این قسمت دومم جنبندی کنم، یعنی این قسمتو که بنابر اون چیزی که شما فرمودید. ببینید هموطن عزیز، ما در برنامه قبلی علت این که میگیم چرا جنگ کلاسیک به شکل تعریف کلاسیکش نمیشه رو قبلا هم گفتیم، بازم خواهیم گفت، ولی اینجا ما در این برنامه من از آقای ایرانی هم خواهش کردم به دلایلش نپرداز، ما فقط ارائه نظر رو اینجا میدیم، دلیلش رو تو این برنامه نمیگیم. اگر کسی دوست داشت خب به ما پیام بده، ما میتونیم مشخصا دلایلش رو در برنامه‌های دیگه اگر هموطنان دوست داشتن بیشتر باز کنیم، فقط و فقط روی همین دلایل. خب بعد صحبت از این شد که آقا الان جنگ نیابتی هست یا نیست، که این رو جناب آقای ایرانی نظر دادن که آقا جنگ نیابتی هست، اما دلیل جنگ نیابتی هم ما عرض کردیم خدمت هموطنان من به اتفاق آقای ایرانی که آقا بحثمون برگردید به 12 شرط مایک پومپئو و ببینید که آیا داره انجام میشه یا نه. اون جنگ نیابتی داره انجام میشه، اما باز هم اون جنگی بر مبنای تخاصم و اختلاف نظر، اختلاف دیدگاه و مشکل نیست. اون چیزی که آقای ایرانی تلاش داره توضیح بده و منم در تلاش دارم توضیح بدم اینه که آقا از نظر ما این جنگ یک مدل بیزینس، یک کارکاسبی کاملا جدیده و یک همکاری جدیده. منتها این همکاری یک زمانی بر اساس امضای توافقنامه همکاری اقتصادی نظامیه، یه جایی دقیقاً این همکاری نمودش برعکسه، این که آقا یه جایی رو من بهت گرا میدم تو از من میزنی، یه جایی رو تو گرا میدی من از تو میزنم. این اون شرایط جدیدی است که جناب آقای ایرانی، من نمیدونم تا چقدر شما موافقی از این جنبندی، این شرایطی است که ما تلاش داریم به هموطنان میگیم که آقا اینقدر فکر نکنید جنگی میشه. جنگ خودش یک نمونه کاملا جدید بروز شده از توافقات پنهانیه. حالا شما فرمایش دارین بفرمایید. بله، من تمام این جنگایی که الان داره صورت میگیره فقط کاسبی، فقط چند تا شرکت دارن اینجا سود میبرن، حالا مردم هم بمیرن، مشکلی نداره، که اشکالی نداره، خودشون که نمیان برن تو جبهه. اون کسایی که جنگ راه میندازن و اون کسایی که دارن سود میبرن ضرری براشون نداره، حالا مردم هم بیا خودو بمیرن، مشکلی داره؟ نه. حالا الان میخوام یه سوال دیگه است بکنم که تو این سوال دستتو باز میذارم، هر چقدر دلت میخواد توضیح بده. ای جانم. دیگه وارد صحبتت نمیشه. ببین الان سوالم اینه، در سیاست امروز دنیا اگر چیزی که الان در دنیا وجود داره رو اسمش رو بذاریم سیاست، خب ما میدونی ما یه علم سیاست داریم که در دنیا داره در دانشگاه ها، در مؤسسات گوناگون به صورت آکادمیک علمی افراد بسیار زیادی روش کار میکنن. درسته. یه چیزی هم الان داریم در این دنیا که دارن دولت ها و کشورها و آدم ها بر اساس اونا دارن کارشون، روابطشون تنظیم میکنن. سوال من اینه، سیاست اگر همین روابط اسم سیاست بذاریم ها، حالا این نیست که حتما اسم سیاسته، شاید دوستان بگن اصلا این سیاست نیست، من نمیدونم، اما اون چیزی که مخالفتی باش ندارم، اون چیزی که من علل حساب اسم به صورت کلی اطلاق میکنم آقا سیاست، یا اصلا بگم آقا روابط بین دولت ها، کشورها، نمیدونم همه صاحبان قدرت در دنیا آقا ایرانی بر چه اساسیه؟ بر اساس علم سیاستیه که در دانشگاه ها تدریس میشه و تدوین میشه، یا نه
بر اساس منافع اشخاص و شرکت‌های بین‌المللی و بعضا دولت هاست. دستت باز جواب بده. عرض کنم خدمت که آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور شده بودن، بعد اومدن گفتن سازمان ملل داره برای ما قطعنامه صادر میکنه فلان، این برنامه رئیسش یادم نیست اسمش چی بود، بعد گفتش که خب بابا بهش بگین نکنه این کارا رو. رئیسش کیه؟ گفتم فلانی. گفت خب بهش زنگ بزنی بگین چقدر حقوق میگیره، ما 10 برابرش بهش میدیم. متوجهی؟ الان سیاست اینجوری شده آقای رضایی عزیز. بعدن هم البته نمیدونم، حالا میگن تعریف نکن فلان اینا، من دقیق نمیدونم، ولی شنیدم، یادم تو ذهنم هستش که یکی از همین رؤسا هم مثل که رشوه هم گرفته بود، حالا نمیدونم اسمش چی بود و فلان اینا که برش داشتم، دقیق نمیدونم، حالا ایراد نگیرم فردا. اما الان سیاست اینجوریه آقا جون، هر طرف که درآمد باشه سود باشه همونوریه، دیپلماتیک و نمیدونم سیاسی و نمیدونم این روابط اینجوری اونجوری اصلا نداریم. عزیز من 40,000 نفر، اون سری هم گفتم 40,000 نفر توی غزه از بین رفتن، مردن، خانواده داشتن، زن بودن، بچه بودن، آدم بودن، بالاخره زندگی میکردن، یه روابطی با هم دیگه داشتن. درست؟ این 40,000 نفری که مردن هیچ کس براشون یه قطره اشکم نریخت. اما 4 نفر تو فلسطین، توی اسرائیل دماغشون خون بیاد تمام دنیا روزنامه نگارا و فلان گزارش خبر، آقا چیز کلیپ، فیلم اولش فیلم آخرش توی بیمارستانش مصاحبهش فلان، همه چی در میاد، نمیدونم داییش این بوده عموش اون بوده، تمام شجره نامه طرفو میارن بیرون که ایداد این دماغش خون اومد. 4 نفر خیلیان اینجوری. ببین الان سیاست یعنی این، الان دست رسانه است، هرچی رسانه به ما تلقین میکنه ما هم همونو قبول میکنیم، باور میکنیم. هزاران توی دنیا دارن هر روز میمیرن، هیچ کس خبر نداره، یه نفر پاش میشکنه همه جا پخش میشه. این میشه سیاست. من اجازه بده برای اینکه تعریف تاریخ نشه روی ویکی‌پدیا بالاخره اطلاعات عمومیه، چیز خاصی نیست، بگم که عزیزان رئیس سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل از 1 ژانویه 1997 تا 31 دسامبر 2006 کوفی عنان از کشور غنا بود. بعد از کوفی عنان از 1 ژانویه 2007 تا 31 دسامبر 2016 آقای بانکیمون بود که مال کره جنوبیه. بعد الان فعلی هم که از 1 ژانویه 2017 از کشور پرتغال آقای آنتونیو گوترش. دیگه تاریخ رو تعریف نمی‌کنیم ما. بله. بفرمایید. نگفته کدوم رشته گرفتن؟ نه خب می‌نویسه. من فقط خواستم که خدمت هموطن به این ترتیب جواب اون عزیزایی که میگن آقا تاریخ رو تعریف می‌کنیم بگم که آقا ما بلدیم و میتونیم، کاری نداره، فایل رو باز می‌کنی هر روش دقیق می‌خونی. اما این اصل قضیه نیست. اون چیزی که شما فرمودین اینکه آقا طرف این حرفو زده بود، اون مطلب درسته. می‌خواستم کنارش بگم خب الان رئیس جمهور فعلی اوکراین یه دونه کمدیانه. در اینکه یک کمدین نمیتواند رئیس جمهور شود که ما رو این قضیه که حق و حقوق فلسفی که بحث نمی‌کنیم. یعنی می‌خوام بهتون بگم دنیا جوری شده که به جای اینکه کسایی که سیاست خوندن، کسایی که درس خوندن، تخصصشو خوندن، اونها بیان به عنوان متخصص در رأس کار قرار بگیرن، یعنی مردم، یعنی شرایط، سیستم به گونه‌ای پیش بره که مردم بتوانند و بخواهند که چنین افرادی رو در عرصه سیاست وارد بازی بکنن و افسار و اسرار رو دستشون بدن. سیستم ها و شرایط به گونه‌ای شده که مکرون میاد، احمد نژاد میاد، 6 کلاس سوادش میاد، ترامپش میاد، همه میاد. میبینین دیگه. بله بفرمایید. اینجوریه آیه رضایی عزیز. میگه اون سیاستی که تو کتابا می‌نویسن نیست. حتی همون اقتصادی هم که ما میخوندیم تو دانشگاه، استاده به ما میگفت آقا این چیزی که تو کتاب می‌نویسن تو جامعه نیستا، باید اول بری کار کنی بعد بیای دوباره این کتابا رو بخونی ببینی چی به چیه، تازه گوشی دستت بیاد. سیاست هم همینه، تو کتاب نیست آیه رضایی عزیز. سیاست توی تجارت خونه اونجاست که داره دستور میده، تصمیم میگیره، برنامه ریزی میکنه، جنگ را میندازه، صلح میده، هر جوری به صرفش باشه همون کارو میکنه. فعلا به صرف دنیا اینه که این بازی رو در بیارن.
دارن به همه اسلحه میفروشن، چپ و راست هم داره این اسلحه ها منفجر، بمبا منفجر میشه. اینا ارزون نیستن که. همین مثلا 100 تا هواپیما میاد توی ایران و برمیگرده، اینا پول خورده براش، پول خرج شده. این پولا باید هزینه بشه، بعد بره تو جیب کسایی که باید بره. همین بس سر ایناست، نه سر این که آقا مثلا خامنه‌ای به اونا فحش داد، نمیدونم اونا به اینا چیز کردن، نمیدونم فیشکونشون گرفتن، اینا باید جواب اونه بدن، اون باید جواب. این مسخره بازی ها نیست، اصلا نیست. همین. خب پس در حقیقت اگر بخوای جمع‌بندی کنی، من یه بار دیگه سوال تکرار کنم، شما جمع‌بندی خلاصه جواب بده. سیاست دنیا بر چه اساسی است؟ بر اساس علم سیاست آکادمیک و منطقی که در دانشگاه تدریس میشه، یا بر اساس چیز دیگری؟ مثلا بر اساس چیز دیگری که من عرض کردم، منافع اشخاص و شرکت ها و دولت ها. بله، بر اساس منافع کمپانی هاست. الان مثالش هم هست، زندهش هم هست. شما الان ببین، مثلا رئیس جمهور میخواد بره جایی، یه هیئت اقتصادی با خودش میبره. برای چی؟ برای اینکه اونجا میخوان مبادلات اقتصادی و همه چی رو مبادله اقتصادی، رو پول میچرخه. اگر این تجار باش نرن اونور، مشاوران اقتصادی باش نرن، اصلا نمیره، دلیلی نداره، راهش هم نمیدن بره. متوجه این؟ اگر پول این وسط رد و بدل نشه، معاملات تجاری، قرارداد با هم امضا نکنن، هیچ برنامه‌ای نداشته باشن، پروتکل اقتصادی نداشته باشن، سیاسی هم نداره. خیالت راحت. الان دور اینه دیگه، گذشت اون دورانی که البته از اولش هم همین بود، ولی خب تو لفافه بود، حالا اومده بیرون. حالا قشنگ رو راست میگن، چقدر میدی. همین. جنبندیش خوب بود یا نه؟ دوباره جنب ببندم؟ نه خوبه. من داشتم جواب شما رو سریع خلاصه‌شو می‌نوشتم که یادم نره. خیلی خوب. حالا ببینید، حالا چرا من این سوالا رو پشت سر هم کردم؟ ببینید، ما اول صحبت کردیم که آقا چه مدل جنگی به نظر شما یا به نظر من و شما در این شرایط داره اتفاق میفته. بعد اومدیم گفتیم که خب حالا الان در چه شرایطی که هستیم، چه که صحبت از این کردیم که در واقع الان در شرایط عادی هستیم و توافقات داره بین همه این ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها انجام شده و فقط ما به عنوان چیز جدید، ادعای جدیدمون اینه که دوستان عزیز، همین جنگی که دارن به اصطلاح زد و خوردی که داره بین ایران و اسرائیل انجام میشه، شکل جدید توافقه. خیلی حرف تلخه، خیلی حرف سنگینه. مطمئنم که شما دوستان عزیز به محض شنیدن این صحبت‌ها علنا به ما فحش ناموس رو خواهید داد، ایراد نداره. علنا خواهید گفت آقا شما اصلا دیوونه شدید، ولی ایراد نداره. ما این جرأت رو داریم که حتی حرف‌های دیوانه‌وار بزنیم، اما حرفمون رو میزنیم، منطقمون رو گفتیم. من براتون دارم میگم، ما منطق گفتیم. الان مسئله اینه که اون 12 شرط مایک پومپئو باید انجام بشه. بقای جمهوری اسلامی به نفع تمام دنیاست، اتفاقا نبودنش به ضرر دنیاست. اتحادیه اروپا چطوری میتونه نفت مفت و وسط دریا از جمهوری اسلامی خرید بکنه و بعد بیاد در دوران کرونایی که یه ذره‌ای بگی نگی به خاطر همون خود کرونا صادرات نفت از کشورهای خورده بالا پایین شد، قیمت گازوئیل در همین اروپا، همین آلمان رفت به 2.5 یورو رسید. بعد که دیگه کنترلش کردن و اومد پایین شد 1.70. بخش دوم اروپا نفت و گازشو از روسیه، بعد از روسیه از کی میگیره؟ یعنی این همه شما من میگید، این همه اینا رجز خوندن، اصلا برای 1 ثانیه تنگه هرمز بسته شد؟ آقا اصلا جنگ عراق رو نگاه کن شما. از وقتی که عراق و امریکا گرفته، 1 روز صادرات نفتش کم شد. این همه بمبگذاری و جنگ داخلی و کوفت و زهرمار رو بزن و به کوب و فلان و اینا، یه دونه پالایشگاه از کار افتاد؟ یه دونه تولمبه از کار افتاد؟
من میگم آقا اصلا حرف منو هموطن شما اگه دلت میخواد بفهمید ما درست میگیم غلط، حرف ما رو ولش کنید. آقا برید آمار واردات ببینید. آقا راننده تریلیا دور و بریاتون یک نفر تانکری بیکار شده که بگه آقا دیگه نفت فروش نداره. آقا به محض اینکه اصلا یک ثانیه صادرات نفت ایران قطع نشد، کم نشد، همیشه بار از پتروشیمی عراق به بندر ماهشهر همیشه بوده و هست، همیشه هست، همیشه کشتی‌ها میان بار میگیرن، همیشه خیلی سخت شد آقا. افغانستان و عراق دو دستی تمام نفت ما رو خریدن. آمریکایی‌ها میومدن از عراق بار میزدن، اروپایی‌ها میومدن از ترکیه و از افغانستان بار میزنن. نفت ایران میره تو کشورها و کشورها میره، تمام شد. بازم میان میگن نه نمیدونم مشکل غرب، دنیای غرب ناراحته. بعدم اینکه میگن ترور در هیچ جای ما در هیچ کدوم از اخبار اروپا اولا که ترور روزانه نیست، روزی 10 نفر از ملت آلمان میمیرن، اروپایی کشته میشن، نه این حرفا نیست. بعد تمام تروری‌ها که از بابا تا پاکستان مونده خودشون هم میدن، پاکستان و عربستان هم که سازمان تروریست رو پول میدن، خودشون خوب میدن. جمهوری اسلامی پولی به اینا نمیده، محل آموزش اینا جمهوری اسلامی نیست. اصلا تروریست پرور خود CIA، هر کیو بخواد از طریق اونا از بین میبره. تمام شد. جمهوری اسلامی کارش اون نیابتیای اونجاست، پولم به اونا میده. کار عربستان و پاکستان پول دادن به سازمان‌های تروریستی دیگری است که آموزش اونها رو به قول شما CIA و بقیه‌شون انجام میدن. همین سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی انجام میدن. بله ازشون استفاده. ببخشید این یارو رهبر القاعده کی بود زدنش؟ دیگه بابا شما دیگه خودشون دارن میگه اینا تو زندانهای ما آموزش دیدن، دیگه ما بیایم بزنیم زیرش بگیم نه جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی به 7 جد داوودش خندیده. مثلا تو تقسیم کار بین‌المللی مال این حرفا نیست جمهوری اسلامی که بیاد این کار انجام بده. بهش گفتن آقا تو پول در میاری خرج این گروهای نیابتی اینوری میکنی، به اون یکی هم میگن آقا تو پول در میاری تو خرج تو سازمان تروریستی اونور میدی، به اینا میگن آقا شما استفاده میکنی اینا رو آموزش میدی. بعد ما وقتی میگیم آقا تمام این قضیه رو که در نظر بگیرید متوجه میشید اینا همه فیلم شو توافق بازی ایناست. این بیزینس دنیا اینه امروز. شما وقت بر اساس این واقعیت رو نمیبینید، بعد میریم میچسبین به 4 تا کتاب میگیم نه فلان فیلسوف در فلان کتابش در مورد مثلا فلان نگاه علمی، دیدگاه علمی به علم سیاست اینو میگه. ما بر اساس شما بر اساس چه چیزی رو بر اساس چه چیزی میسنجید؟ با واحد وزن یک جنس رو میسنجن. درست میگم جناب آقای ایرانی؟ با کیلوگرم که شما نمیری مثلا، من این چیزها رو خیلی چیز نیستم، ولی با کیلوگرم که شما نمیری یه خونه رو بسنجی بگی این خونه مثلا 4000 چه میگن 400,000 کیلوگرم وزن این خونه است، پس مثلا 3 میلیارد میارزه. آخه اینجوری که نیست که. آخه اینجوریه که مثلا بگی آقا من 3 متر سیب میخوام. آقا حرفا کیلویی شده الان شما نگاه کن ببین چیزی که الان تمام رسانه‌ها دارن به ما بارها اینو فرموله کردیم، گفتیم آقا چیزی که پروموت میشه این دروغه که پروموت میشه. اگر راست بود اصلا صداش در نمیومد. الان همین حرفای ما صداش در نمیاد جایی. کاری ندارم. ببین ما قبلا هم گفتیم آقا جون فرض کن یه نفر معتاد میره از یه ساقی جنس میخره، خب هیچ وقت این ساقیه بهش میگه برو ترک کن؟ نه. الان ما نقش همون معتاده رو داریم، کشور ایران، تمام دنیا هم دارن به ما جنس میدن، بیکارن، مریضن، بیان این رژیم رو وردارن، این رو پای خودش وایسه دیگه، از این بعد از اونام جنس نخره، خودش مستقل شه، مردمش هم آزاد بشن. اصلا جوک نیست. اصلا اونا کلی میدونی چقدر هزینه کردن این بلا رو سر ما آوردن. حالا من نمیدونم دیگه چجوری باید گفت، فقط من به این نتیجه رسیدم، اینقدر به این موضوع فکر کردم که چجوری میشود به این عزیزان حرفمون رو بزنیم، به اینجا رسیدم جناب آقای ایرانی، به این سوال رسیدم که آقا اصلا شما سیاست امروز دنیا رو بر چه اساسی میبینید؟ اگر که قبول دارید که سیاست امروز دنیا اصلا سیاست نیست، همش منافع است، پس چرا ما باید خودمون رو دوباره گول بزنیم و مثلا بریم سراغ تئوریا؟ وقتی ما میدونیم اینا بر اساس منافع صحبت میکنه، خب ما چرا نباید منافع رو برای تحلیل اوضاع منافع رو نباید در نظر بگیریم؟ یعنی ما به جای اینکه
مثلا در بحث جنگی که میگن بین ایران و اسرائیل است، چرا من برای فهم چرای این ماجراها و فهم اینکه آقا خودم چندم کجا وایسادم، چرا باید به تئوری‌های علوم سیاسی دست بیاویزم؟ چرا نباید برم سراغ مسائل مانی، پول؟ چرا از این زاویه نباید نگاه کنم؟ اگر نه قبول نداریم، میگیم نه دنیا بر اساس علوم سیاسی، از اصول علم سیاست حقوق بشر، از اصول علم سیاست نمیدونم احترام محیط زیست، از اصول به علم سیاست احترام منافع کشورهای دیگه است، از اصول علم سیاست نمیدونم فلان و بهمانه. خب شما بر اساس همین اصول موضوعه علم سیاست هست وقتی جلو میری چیزی سر در میاری از این شرایط واقعیت‌های دنیا؟ جناب رضایی ببین، دنیا نمیخواد ما بفهمیم، نمیخواد. چرا؟ به نفعشه، دارن میخورن، میزنن، میچاپن، همه کار میکنن. دلیلی نداره که بیان از طریق رسانه به ما آگاهی بدن، آگاهی درست بدن که آقا جون ما داریم سر شما کلاه میذاریم و شما هیچ حرفی نزن. همچی حرفی نمیزنن، ولی برعکس 1000 تا کار روش پیاده میکنن که چی؟ ما مشغول بشیم، هیچ وقت خودمون به فکرمون نرسه که باید به داد خودمون برسیم. من یه سوال از شما میکنم. دارن همون کارو میکنن، برای ما مشغولیاتی درست میکنن. من حالا برمیگردم فلش بک میذارم به قیام مهسا امینی. بنده که کسانی بودم که جز اون 3000 نفر برلین رفتیم تظاهرات. شما در اخبار در ایران یک جا شنیدی که بگن آلمان مثلا یه دونه کنسولگری ایرانو بست؟ نه. خیلی خوب. من سوالم اینه دیگه آقا، من یه آدم احمقیم، منتها سوال زیاد میکنم. سوالم اینه چرا این کارو نکرد؟ خب باش روابط داره. میگم الان هر کی هر جا میره باش یه گروه اقتصادی میره. خب. میخوام یادآوری کنم آقای ایرانی، میخوام یادآوری کنم، فقط میخوام یادآوری کنم. تو اخبار چقدر شنیدی که فلان سیاستمدار آلمانی اومد از مردم ایران حمایت کرد؟ تا دلت بخواد بود یا نبود؟ حرفا زیاد میزنن. آفرین. نکته رو جالب رو نگاه کن. حرف میزنن بر اساس علوم سیاسی. حرف میزنن بر اساس علوم سیاسی. حرف باد هوا. عمل میکنن بر اساس منافع. یه مسئله ای رو من نمیدونم توی یه برنامه گفته بودیم نگفته بودیم، یادته که گفتم شما هم برو بیرون همینو بگو؟ حالا شما بگم والا اونو بگو آقا، بگو بعد نیست. من اینا برای یادآوری میگم که آی مردم یادتون باشه، آی ملت ایران یادتون باشه ما کجا زندگی میکنیم، یادتون نره اینقدر حافظه ماهی نداشته باشید. آره یه پسرخانی بود شایعه کرده بود توی روستاشون که آقا جون ما اینجا خیلی مفعولیم. اون وقت هم توی روستا و روستاهای بغلی و اینور اونور همه میدونستن دیگه پسر خان مفعوله. اون وقت یکی میاد توی دهشون میبینه همه دارن صحبت پسر خانه میکنن که آقا این کار است، میگه منم ببرین اونجا معرفی کنین فلان این برنامه، منم یه بار برم. میگه آره بیا بریم. میبرنش معرفی میکنن و میگه خیلی خب پنجشنبه بیا خونه ما. پنجشنبه میره خونه آقا و در میزنه، میان چیزا نوکرا میان بیرون و چی بخوای آقا؟ پسر خان منو دعوت کرده امشب بیام پیشش. بله بفرما. میبرنش تو، میبرن توی اتاق، میگه همینجا بشی الان پسر خان میاد. خلاصه یارو ننشسته 5 نفر میریزن تو اتاق و دست و پاشو میبندن میندازنش تو تخت. پسر خانم میاد و تا صبح با این آقا خلاصه هر کاری دلش خواست میکنه. صبح یارو رو دست و پالشو باز میکنن میگن بفرما برو بیرون. یارو لته پار میاد بره بیرون، یهو برمیگرده میگه آقا ما از 2 تا ده اونورتر از هر کی پرسیدیم گفتن پسر خان مفعوله، بعد اون وقت اومدیم اینجا اینجوری شد سرمو بلا آورد. گفت شما هم رفتی بیرون همینو به مردم بگو. حالا حکایت ماست. آقا اینا میان یه چیزی میگن حرف به حرف، ولی باید بری ببینی عملش هم که دیدیم دیگه بابا. هر دفعه نگاه کنی مردم اومدن بیرون لته پار شدن رفتن خونه. آقا بسه دیگه. حالا اون یارو یه بار رفت خونه خان بهش گفتن دیگه نمیره که. ما هر دفعه داریم میریم. هر دفعه هم بهمون میگن که آقا اینجوریه، باز دوباره میان.
یه بار باور میکنن دیگه، همیشه که باور نمیکنن. اینه آقای رضایی عزیز. بله، پس برای جنبندی که کردیم که الان در چه شرایطی هستیم، مشخصا داریم میگیم آقا شرایط توافقه، متشکل توافق به شکل تو این ور بزن من اون ور بزنم دیگه. من دلایلش اگر کسی خواست همینجا دعوت میکنم از هموطنان، اگر کسی دلایلش رو خواست یا که مخالف این موضوع بود لطفاً به ما خبر بده، پیام بذاره. مشتاقانه من حاضر هستم این وقت رو بذارم که با ایشون در یک گفتگوی به همین ترتیب ویدئویی بشینیم و هر اتفاقی افتاد اون رو عیناً در همین کانال کوچیک پیش زرتشت بگذاریم بیادگار. آقا ایرانی هم میاد میشینه حرفاشو میزنه، بنده هم این وسط هستم به عنوان کامل یک مجری. هر عزیزی هم که دوست داره در اون ور خط، ما این اجازه رو حتما به خودمون و به شما دادیم و میدیم که همه حرفامون رو بزنیم و از درون اینها اون واقعیت ها هرچی بیشتر بهتر بیرون میاد. حالا بریم سراغ مسئله بعدی. خیلی ما این ویدیو رو طولانیش نخواهیم کرد. ببینید، من فقط یک سوال میکنم، شما حتی امکان خیلی خلاصه جواب بده. آیا در صورت جنگ به شکل کلاسیک یا هر چیزی که هست چه اتفاقی برای کشور خواهد افتاد؟ این اتفاقی برای کشور رو من خط میزنم، من میگم آقا در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل آیا لزوما رژیم جمهوری اسلامی سرنگون میشه؟ شما خیلی کوتاه به ما توضیح بده. اول بگو آره یا نه و بعد توضیح بده. اولا نمیشه، بارها گفتم نمیشه. به این وسیله هیچ وقت رژیمی از بین نمیره، هیچ وقت. آقا آلمان نازی تمام کشور رو گرفتن، رژیمش که از بین نرفت که، تا اینکه خودش خودکشی کرد دیگه، تا لحظه آخر وایساد، رژیم سر جاش بود. بنابراین رژیم با جنگ از بین نمی رود. راهش رو بارها گفتیم، اگه خواستی دوباره میگم. من برای خلاصه گویی همینقدر بهت بگم نخیر، نمی رود. یک. دوم، من قبلا تو برنامه‌های دیگه هم گفته بودم، من به یه عزیزی قول دادم 6 ماه قبل از اینکه رژیم از بین بره بهش خبر بدم. هنوز نشده اون 6 ماه قبل. یعنی مطمئن باش که از بین نمیره. بس سلام. خلاصه کرد. ببین، من الان برای که تعریف تاریخ نشه دارم سرچ میکنم کدام ژنرال آلمانی قرارداد خاتمه جنگ جهانی دوم رو امضا کرد. میخوام در تایید صحبت شما بگم. خب ببینیم ویکی‌پدیا چی میگه. بهمون میگه که نگاره تاریخی از لحظه امضای سند تصمیم بی‌قید و شرط آلمان نازی توسط فیلد مارشال ویلهلم کایتل، فرمانده ستاد فرماندهی عالی ورماخت و وزیر جنگ رایش سوم در مقر ستاد ارتش سرخ در کارلسهورشت برلین، لحظه امضای سند ساعت 23:45 شامگاه 7 می 1945 میلادی به ثبت رسیده. این آقا کیه؟ یه بار دیگه بگم هموطن عزیز، وزیر جنگ رایش سوم. یعنی اینکه آقای ایرانی میگه آقا دولت از بین نمیره، منظور این نیست که خامنه ای اومد تو جنگ شد کشته نشد رفت. نه، مسئله اینه که جابجا نشد اون دولت. یعنی اومدن گفتن از اون دولت وزیر جنگش فیلد مارشالش اومد امضا کرد، خب، و بعد از این مدت که رفت. حالا شما این ببین، این لزوما کمپلت دولت نازی نرفت. اینو توجه کن که کشور آلمان با خاک یکسان شد، مردمش همه مردن، اما بر علیه رایش نمیدونم هیتلر قیام نکردن. متوجهی؟ نیومدن کودتا کنن، نمیدونم 1000 جور بلا خواستن سرش بیارن ها. ولی رژیم یعنی مردم با هم هماهنگ نشدن که بیان هیتلر رو بردارن بذارن کنار. چرا ما رو بدبخت کردی؟ چرا ما رو فرستادی جنگ؟ هیچ کس نگفت تا لحظه آخر. دقیقاً. میخوام ببین، خواهشی که از هموطنان عزیز دارم اینه که آقا از تو رو خدا اصل مطلب رو بچسب، مفهوم مطلب رو بگیرید، اون روند رو نگاه کنید، تمام اتفاقات رو با هم ببینید. ببین ما اگر توی این جنگ فرض کن اصلا زدن نیروگاهامون رو زدن، نفتمون رو زدن، ما رو بیچاره کرد، مردم ما بلند نمیشن که رژیم جمهوری اسلامی بردارن. اصلا نیستن. ایرانی تو جنگ حلوا قسط نمی‌کنن،
مگه میشه من یه طرف ببینم، من بچه سمت عراقم، من یه طرف ببینم پالایشگاه و نیروگاه عراق و کوفت و زرمار زیر بمبارون، کلی از کسب و کار ما اونجا مردن، داغونن، توپ و تانک و فشفشه و نیروی نظامی است. بعد من مثلا با یه چوب دستی بلندشم برم خونه امام جمعه، یا مثلا برم اونجا، اصلا من رفتم اونجا توی وسط نیریبیری جنگه، برم بگم آقا استانداری هم بگیره کردم و نگه داشتم، یارو میاد میگه تو کی؟ تا 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 همه ردم تمام شد رفت. آقا تو کافیه فقط ببین، فقط کافیه ما اینو تصور کنیم، یعنی بریم تو موقعیت قرار بگیریم، تصور کنیم که من تو کوچه پس کوچه، تو خیابونی که رژه یه تانک از بالا هواپیما تو سر هم میزنن، از پایین دارن با انواع اقسام سلاح‌ها دارن با هم دیگه درگیرن، من به عنوان ملت اون وسط چه کارم؟ اینو نمیفهمن. تو شرایط جنگ انقلاب به وقوع نمیپیونده. تازه باید بری یونیفرم بپوشی بری جبهه، اون موقع دیگه نگاه کنی سرتو بریدن، یعنی زدن دیگه، تیرباران نظامی. دقیقاً همینه آقا. فراخ مگه الان روسیه نیست؟ مگه الان اوکراینیه نیست؟ اوکراینی آقا فراخوان دادن، مردم باید بمونه. خب ما داریم میبینیم این همه زن و بچه بدون پدر و زن بدون شوهر. مردم اوکراین هم از یارو زلنسکی داغونن، روسیه هم شاکیان. افتاد. اصلا ببین همچی داستانایی رو واسه ما تعریف میکنن، ما هم باور میکنیم. درد من شما همینه. باور کنیم بچگانه است این داستانا. آخه این همون نمیگم. یارو اومده بود گفته بود آقا شما رأی ندین، سازمان ملل ببینه اینا مشروعیت ندارن میان اینا رو برمی‌دارن. آخه جرم دیگه داریم. دقیقاً یادمه. خب الان هم همین جو که دارم به ما باور کن دارم چی بگم. ببین میگم که خب اینا رو ناراحتم، من دارم اینو میگم دیگه، من از این آتیش میگیرم که آقا این چه صحبتیه. یا مثلا زیر یکی از این کامنت های این آقای یارو دیده بودم، یکی نوشته بود که اسرائیل اون حمله‌ای که مردم ایران انتظار داشتن نکرد. آخه ما به کجا رسیدیم که آرزومندیم یه غریبه بیاد بکشتمون؟ آقا ما با آخوند مشکل داریم. ما که ببین ما حرف رو هوا که نمیزنیم، این حکومت زاده فرهنگ ماست، ما خودمونیم این حکومت نگه داشتیم. ما برای این تحت همین عنوان ما ویدیو داریم چه کسی این حکومت را نگه میدارد. متأخب حرفای ما تلخه، کسی نمیخواد گردن بگیره. ما ایرانی جماعت گردن بگیریمون خوب نیست، ما گردن نمیگیریم ایراد کار خودمون. به خاطر همین حالا الان هم ادعا میکنیم که آقا آرزومندیم یه غریبه بیاد کشورمون رو نابود کنه که ما آزاد. وقتی ما میگیم آقا راه آزاد کردن، آقا ایرانی، وقتی ما میگیم راه آزاد کردن تو خیابون نیست، تو کله است، تو عقله. برای اینکه وای نستی اینجا آرزو کنی یکی بیاد بزنتت با بمب شیمیایی، میخوای بزنه که تا 30 سال 40 سال اصلا نتونی تو زمین کشاورزی کشت و زر بکنی. آقا ما عقلمون کجا رفته؟ ما کجای کاریم؟ ما چیزی مثل عقل تو کلمون داریم الان؟ آخه یه ذره مثل بچه کوچیکا بابا، مثل اونایی که ببخشید میخوان خود ارضایی کنن، الان که موبایل زیاد شده، قدیم میومدن تصور ذهنی درست میکنن. بابا آخه لامصبا یه ذره تصور ذهنی کنید که اگه جنگ بشه چی میشه. بابا باید خیلی هم تشکر کنن از اسرائیل که نیومده بزنه مثلا پالایشگاه رو بزنه جای همون موقعی که این حمله شروع شد جناب رضایی، توی نمیدونم اکثر شهرستان‌ها تو پمپ بنزینا صف بنزین بود. خب قرار بود صف بنزین وایسن مردم یا قرار بود بیان شورش کنن تو خیابون؟ همه جا تبلیغ کرده بودن که اگر اسرائیل حمله کرد شما یادتون باشه باید بیاین بیرون جمعیت تشکیل بدین، بریم میدون پاستور رو بگیرین، صدا و سیما رو بگیرین، ول کنین. همه این صحبت ها بود دیگه. و چطور شد؟ به جای صدا و سیما و پاستور و فلان همه رفتن پمپ بنزین که این مردم قراره انقلاب کنن. خب پس شواهد رو نگاه کنین، ببینین، بسنجین، بعد بیاین حرف بزنین. این برای آخه این حرفا رو 4 نفر میشنون، خودشون که قرار نیست برن بیرون ولی امیدوارن دیگران برن رژیمو بردارن. پس جناب ایرانی، ما جواب سوال ما این شد که رژیم سرنگون نمیشه. خیر به هیچ وجه. اینم شما کاملا مشخصه. کشوری که آقا اصلا جمهوری اسلامی پدافندش ضعیف جلوی اسرائیل حرف برگفتن نداره. من این سوال دارم، شما بی تصور کن یه طرف ماجرا
یارو بیاد حمله کنه بیاد تو کشور ما، با کدوم نیروی نظام؟ ببخشید با کی باید بیاد بشینه سر توافق؟ بعد مگه چند نفرن؟ مثلا نمیفهمم کیان. مثلا خود نتانیاهو، ببین آقا من احمق، نتانیاهو میخواد سوار هواپیما بشه بیاد تو مجلس، تو کاخ ریاست جمهوری ایران یا تو ساختمون پاستور بشینه؟ چه چیزی تو دنیا شما سراغ داشتی تا الان؟ آقا جون میگن نمیدونم خامنه ای رو بزن. حواستون کجاست؟ چی دارید میگید؟ هزیونا چیه میبافید به این ملت بگید؟ بچه بازیه دیگه. آقای رضایی عزیز میگه بیاد بزنه برای ما، نمیدونم سپاهی ها رو بزنه، افراد سرشناس این رژیم رو آقا مثلا یحیی سنوار رو زدن چی شد؟ یا مثلا اون یکی و شیخ حسن رو زدن چی شد؟ اتفاقی افتاد، یه نفر جانشینش اومد سر جاش دیگه، تموم شده رفت. مگه آلمان نازی هیتلری رو خودت مثال زدی، رفتن ننشستن سر کرسی بابا، نشستن با یه ژنرالش توافق کردن رفتن. درسته که نرفتن، تاریخ رو من تعریف نمی‌کنم، برلین تقسیم به 3 شد و کشور به 3 قسمت 4 قسمت، اینا رو کار ندارم، ولی در امورات داخلیش دیگه دخالت نکردن. بعد درسته که شد به تجزیه آلمان شرقی غربی، اینه که شوروی استالین میخواست بمونه و فلان بهمان، اما ربطی به رژیم اون مردم نداشت، والله نداشت بالله. بعد ما جلسه قبل صحبت کردیم اگر همچین اتفاقی بیفته 50 سال باید غرامت بدین. مگه نمیده آلمان الان؟ کسایی رو که به ما زدن برای ما انقلاب کردن، مثلا اگر بشه ها، اگر حالا فردا نگن ما گفتیم انقلاب میشه با این چیزا، اگر بشود هم 50 سال ما باید بدویم به اینا غرامت بدیم، چیزی عوض نمیشه برای ما. یعنی ما واقعا اینقدر ابله شدیم، کوتاه شدیم، کوچیک شدیم. چه بدونیم؟ هر خاری و خفتی میخوایم تن بدیم، به چی برسیم نمیدونم. برسیم به اینکه بخوایم آزادانه توی کشورمون مشروب بخوریم که حالا غیر آزادانه داریم میخوریم. برسیم به اینکه معذرت هموطن عزیز به ناموس هم دیگه رحم نکنیم، ببخشید فاحشه خونه و اینا داشتیم که الان هم داریم، فقط یه خورده غیر رسمیه. والا بدتره، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. برسیم به آزادی و آبادانی، به دموکراسی، که آقا این که دیگه از هر من شمس تمام تاریخ گفته آزادی و آبادانی اینا جز با عقلانیت و تلاش و کوشش نمیشه. اون چیزی که ما میخوایم، ببخشید چیچی گشادی که ما دنبالش هستیم، پشتش آزادی و دموکراسی نمیاد. آزادی و دموکراسی صبح ساعت 5 صبح سر کار رفتن تا 10 شب کار کردن و از خود گذشتن میخواد. اینجا این کله رو عوض کردن میخواد. آقا ما تو همین اپوزیسیون چند نفر دعوت کردیم بیایم مخفیانه یه کارایی بکنیم، کسی میاد مخفیانه؟ کسی نه. اسم من باید بالای سردر چیز باشه، سازمان باشه. جناب ایرانی عزیز، ما لابلای صحبت هم گفتیم. آخرین سوال من یعنی سوال نه، آخرین تمی که من اینجا دارم اینه که ویدیوم خیلی طولانی نشه، اینه که با توجه به همه این 4 مرحله‌ای که با هم صحبت کردیم، البته مشخص کردیم الان داریم راجعش صحبت میکنیم. آقا من میخوام از شما بپرسم، جایگاه ما، نقش ما، نسبت ما ملت و مردم ایران به حکومت کلا کاری نداریم. ما به عنوان ایرانی، به عنوان ملت، به عنوان مردم و بعدم به عنوان کنشگر و مخالف و اپوزیسیون، جایگاه ما، نسبت ما به این شرایط، به این وضع و اوضاع چیه؟ به این مسئله چیه؟ برای من توضیح بده. ما اول از همه نباید دل به کسی ببندیم. خودمون هر کسی خودش اگر تونست بدون اینکه بهره‌مند بشه از سود کلان، نمیدونم پول از همه بگیره بیارم بهش بدن مفتی این بره یه غلطی بکنه، یا اسمش سردر نمیدونم اون سازمان باشه بشه رئیس اونجا، اگر کسی تونست حاضر بشه مخفیانه توی خودش بدون اینکه اسم و رسمش در بره، نمیدونم پول زیاد داشته باشه فلان، تلاش کنه برای سرنگونی این رژیم، همدیگر رو پیدا کنن، این آدم ها پیدا بشن، نه اینکه مردم ها بقال و شقال و اینا، نه، آدم های درست حسابی، آدم هایی که سرمایه دارن، آدم هایی که الیت جامعه هستن. الیت ما هر وقت تونست با خودش کنار بیاد و بگذره از مال، همه جا اینجوری بوده،
جور دیگه ای نبوده. از مال و منالش بگذره، دنبال اسم و رسمم نباشه که خودشو معرفی کنه، مخفیانه زیرزمینی بتونه یه سازمانی رو ردیف کنه برای خودش، اون سازمانو حقوق بده، کار بکشه از دیگران و پرورش بده، بزرگش کنه، آموزش بده، بعد میتونه این رژیم رو ساقط کنه اگر این روند رو بره جلو. ولی متاسفانه ما گشتیم نبود، کسی حاضر نیست بدون اینکه اسمش در بره، یعنی معروف بشه یا مثلا پول خوب بگیره. مفتی کسی کار نمیکنه، دوست نداره. وطن پرسته ها، خیلی وطن پرسته، ولی همه باید بدونن این وطن پرسته. اگه نفهمن وطن پرسته به درد نمیخوره، این کاره نیست. اینه جریانش. آقای رضایی ما هنوز اون 4 نفر رو پیدا نکردیم که از خودشون بگذرن به خاطر وطنش. صدات رفت، میکروفونت بسته است. فرمایش شما تمام شد؟ بفرمایید. بله. من عرض بکنم که من نسبتم اینه به این مسائل که یک مسئله، یک مشکلی ما داریم و یک مسئله‌ای داریم که شما در اول ویدیو هم گفتید مشکل ما این شرایط و این جمهوری اسلامی هر چی که هست. ببینید عزیزان، در پرداختن به مسئله، برای مسئله محور بودن، ما اول باید بدونیم آقا این مسئله چیه، چطوری باید حل بشه. یعنی نه که اول بدونیم، ما باید یه مشکلی داریم وسط، عقل و شعور میگه آقا یک مشکل چیه، 2 این مشکل چجوری میتونه حل بشه، 3 چه کسی قراره حلش کنه. ببینید شماره 3، شماره 1 مشکل چیه، 2 چجوری میتونه حل بشه، 3 چه کسی باید حلش کنه. حالا شما میتونید بگید آقا 1 مشکل چیه، 2 چه کسی میتونه حلش کنه یا باید حلش کنه و 3 چجوری حلش کنه. مهم نیست، این ترتیبش مهم نیست. مشکل چیه؟ این شرایط و وضعیت و این بدبختی بیچارگی همه میدونن. 2 چجوری باید حل بشه؟ نکته اینجاست. بعضیا میگن به محض اینکه جمهوری اسلامی بره و رژیم عوض بشه حل میشه. ما میگیم نه، تازه اگه جمهوری اسلامی بره اول راه ماست. خب این چیزی که به ما عقده کردن که بره بعدن بیایم درستش کنیم. دقیقاً. حالا ما به اینش هم باز کار نداریم هموطن، اما سوال 3 چه کسی باید این مشکل رو حل کنه؟ چه کسی باید این رژیم برداره؟ بنده از همینجا از هر عزیزی که کامنت میذاره زیر ویدیوها خواهش میکنم، یا با من خب من با بچه زیادی هستم با هم دیگه مستقیم برام پیام میذارن که آقا حرفی داری، سخنی داری راجع به این موضوع، بیا اینجا بشین با هم صحبت کن. و اگر هم تشریف آوردین با صبر و با بردباری، هم شما وقت دارین توی ویدیوها صحبت کنین، هم اجازه بدین ما صحبت کنیم، برسیم به یک گفتگو، نه به یک جنگ و دعوا. خب دیدگاه شما چه چیزیست، دیدگاه ما چه چیزیست، این از این. اما شماره 3 نکته اینه چه کسی قراره این مشکلات رو حل کنه؟ آقای ایرانی، شمایی که آقای پیمان بهبودی که معلوم نیست از کجا سر کلت پیدا شده، یا آقای اسم بدی، آقای جوانمردی که عمرت رو تا این مسیر گذاشتی، آقای افشین نریمان که عمرت گذاشتی، آقای نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی گرامی، آقای نمیدونم یا خانم مسیح نژاد یا هر کس دیگه ای، آقا ملت ایران مسئول حل مشکل ما خودمون هستیم. مادامی که یک نفر به هر ترتیبی در ذهنش امیدواره یک کشور دیگه‌ای به هر ترتیبی از جمله جنگ بیاد و این رژیم رو عوض بکنه، من متاسفانه باید بگم وای به حالت دیگه، خیلی داغونه. حالا میگه نه کمک کنه به تغییر، اوکی، ما هم حرفی نداریم. چگونه کمک کنه؟ بیاد از بالا جنگ هوایی بکنه، مملکت داغون بشه، زیر ساختمون از بین بره، مردم آسیب بشن، گدا بشن. آره بعد بگن که خب شما، آره بعد بگن شما عوض کنن. نمیشه همینجوری عوض کنن، حتما باید پدرشون در بیاد بعد عوض کنن. والا اگه میخوان کمک کنن کافیه تحریمایی که خودشون کردن صفر بگیرن. 100,000 ایرانی که میره تو خیابون بگن آقا به خاطر این 100,000 نفری که برلین زیر پای ما خورد شد
ما کنسولگری‌های شما رو فعلا تعلیق میکنیم. اصلا دیگه قبولتون آقا چطور ایران میتونه بگه من با اسرائیل معامله نمی کنم، اصلا به عنوان کشور اینو قبول ندارم، نمیدونم فلان. خب این دنیا یه بار بیاد این کارو، یه ما این کارو بکنه، بگه آقا ما با جمهوری اسلامی هیچ معامله ای نمی کنیم، نه نفت میخریم نه چیز دیگه میخریم، نه اصلا بهش کالا میدیم، هیچی نمیدیم. بابا تمام کالای ما رو اونا دارن میدن، از کجا داره میاد؟ والا من اتفاقا همین الان سوالم بود. همه چی هم به ما میدن، دیگه چیکار باید بکنن؟ والا من اصلا خندم میگیره. تمام دزدای کلانو که تو کشوراشون راه میدن، بعد ما اگه قرار باشه 5000 یورو با خودمون پول بیاریم تو فرودگاه، خشتک ما صف کلمون میکشن. جناب رضایی من دیگه ما رفیقام چی بگیم؟ دیگه ما چی بگیم آقا؟ توی سپاه بودن، توی ارتش بودن، رفتن روی ناوای ما بودن، رفقای من همشون از دم میگن ما مثلا آمریکایی رو که میدیدیم تماس باید میگرفتیم، دست بهش نمیتونستیم بزنیم، تماس باید میگرفتیم، بهمون میگفتن مثلا کاری بکنیم یا کاری نکنیم. یه همچین حالتیه. اصلا من بارها من توی اینا بودم. اگر قانون نظامیه قربون چه شد، معلومه قانون نظامیه، تو سر خود که نمیتونی بلند شی بری هر کاری خواست بکنی. کاری بکنن. آمریکایی هم همینه. به آمریکایی اصلا حرف نمیتونن بزنن. حالا هارت و پورت میکنن، آقای ایرانی هارت و پورت میکنن، ولی عمرن اصلا بهت بگم اگر رئیس جمهور آمریکا هر کی باشه زنگ بزنه به خامنه ای بگه همین الان باربندیل تو جمع کن برو، ایشون نه بهش نمیگه، رو کراس دیگه. این آخر حرف بود. به هر حال یک ساعته این رژیم رو برمیدارن. ما درسته در انتهای این صحبت گفت فرون از کجا میگویی نمیدونم چه بدرکی داری فلان اینا، این سرورا رو ولش کنین. آقا حرف اینه، من میدانم که همچین مسئله هست، فقط هم ایران نیست، خیلی جای دیگه هم هست، همه جای دنیا هست. بله الان همه جای دنیا صنایع چیز هسته‌ای داره، درسته؟ موشک هسته‌ای داره. پاکستان جرأت داره دست به اصلا اون دربونش یه حرف بهش بزنه که آقا بذار من برم تو، رئیس جمهورش هم راه نمیدن بره اونجا، اصلا اجازه نداره دست به اون صنایع هسته‌ایش بزنه. همه جا آمریکایی وایس. به همین راحتی هر وقت هم بخواد رئیس جمهورش هم عوض میکنه، همه کارم میکنه. آقا زور داره، میتونه، همینه که هست. تموش. بله من راجع به مسائل در جزئیات خیلی میشه صحبت کرد. آنچه که شما دارین میگین به عنوان نتایج همه اون تجزیه تحلیلایی است که شما به شخصه دارین یا من به شخصه دارم. بنابراین اگه قرار باشد که من بیام به شما بگم از چه جهت شما این حرفو میزنی، شما مجبور نیم ساعت توضیح بدی، خب این ویدیو میره تو 7 ساعت و 8 ساعت، اصلا عقلانی هم نیست. اما به عنوان نتیجه آنچه که بوده ما عرض میکنیم خدمت هموطنان. من در اینجا یک صحبتی دارم، اونم این که هموطن عزیز اگر که به صورت اتفاقی داری صحبت‌های الان منو بعد از 1 ساعت و مثلا 10-12 دقیقه تو این ویدیو میشنوی، لطفاً زحمت بکش برو این ویدیو رو از ابتدا وقت بذار ببین. خواهش ازتون میکنم. صحبتی که ما در این جلسه داریم با آقای ایرانی انجام میدیم از هر دری سخنی نبوده و نیست. من بر اساس یک متد کاملا منطقی چینش کردم که بهش فکر کردیم با آقای ایرانی که آقا از کجا بیایم صحبت کنیم تا به اینجا برسیم. بنابراین شما لطفاً خواهش که از اون دارم از ابتدا تا انتهای ویدیو رو ببینید، جلو نزنید بره، وقت بذارید 1 ساعت و 10-12 دقیقه اینو ببینید. بعد خواهش بعدی من اینه که اگر نقدی نظری دارید خواهش ازتون میکنم که به ما بگین و ما از شما دعوت میکنیم که بیایم پای صحبت بنشینیم و صحبت بکنیم و با هم گفتگو داشته باشیم. ما ادعا نمی کنیم همه این چیزی که ما میگیم درسته. من اولا خدمت شما عرض کنم آنچه که من اینجا در این ویدیو میگم و آنچه که آقای ایرانی میگه لزوما نظر رسمی اندیشکده پرشیا زرتشت نیست. هموطن گرامی، عزیزان دیگه هم در اینجا هستن، برنامه داشتن، برنامه دارن، نظر لطف دارن. آقای ایرانی در اینجا به عنوان یک شخص مستقل نظرشو میگه، دیگر عزیزانم به عنوان شخص مستقل نظر میگن، بنده هم به عنوان شخص مستقل نظرام میگم. بنابراین این رو گفتم که تاکید بکنم.
در مورد مسائل روز و جاری هم هر عزیزی که نظری داشته باشه من با کمال میل هماهنگ میکنم، وقت میذارم بیاد نظراتشو بگه. دوست داشت صرفا نظرش رو ارائه بکنه، من میشینم این روبرو به عنوان مجری این اجازه رو در اختیارش قرار میدم، این امکاناتی که دارم خودم که زیادم نیست به هیچ وجه رو در اختیارش میذارم، نظرش رو بگه و تمام. دوست داشت وارد چالش بشیم، وارد گفتگو و صحبت بشیم، باز اونجوری کار انجام میدیم. خلاصه من برنامه‌ام امیدواریم اینه که جناب آقای ایرانی با این بحث های چالشی ما وارد این شکستن این تابو بشیم تا امثال آقای پیمان بهبودی ها، این ایران اینترنشنال ها، بی بی سی ها و این کثافت خونه هایی که به عنوان رسانه های فارسی زبان شروع کردن و دارن نون خودشونو میخورن، یواش یواش ما به اینا ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم که این مغالطات رو بشکنیم، حداقل مردم ما بشنون که آقا جان، یعنی معطل این مغالطات نباشن، گوششون از این مغالطات پر نشه و آروم آروم به فکر راه حل باشیم. من بیشتر از این دیگه حرفی ندارم جناب آقای ایرانی، شما هم اگر صحبتی ندارین که دیگه از خدمت هموطنان مرخص بشیم. عرض کنم خدمتتون که در مورد این افرادی که شما اسم بردین، بس اینه که اینا خائن نیستن، گول خوردن طبق بین همه. ببین همونجوری که سال 57 خیلی ها فکر میکردن پروفسور و دانشمند و نمیدونم عاقل و عقل کل ایرانن، رفتن اونجا آمریکا درس خوندن، فرانسه درس خوندن، دکترا گرفتن، لیسانس گرفتن، گرفتن از همه ما سرترن، برای ما تصمیم گرفتن یه احمق ترین آدم ایران رو برداشتن آوردن. الان هم همونجوریه، گول رسانه ها رو میخورن، گول این تبلیغات رو میخورن، اینجوری بهشون القا میشه و همون نقش رو بازی میکنن. اینا مقصر خاص نیستن، نادانن، نه اینکه خائنن، نمیدونم وطن فروشن، علم بلن، نه، سادن، افراد معمولی هن. آخه یه بدبختی شده که الان دیگه کارشناس ما نداریم، که رسانه است دیگه، دست همه هم هست، همه یه گوشی موبایل دارن و یه امکانات ضبط دارن و یه فلان دارن کار میکنن. این یه توضیح بود. توضیح دوم این که شما فرمودید توی هر کی نظر خودشو میده. آقا اینجا یه اندیشکده است، هر کسی با هر اندیشه‌ای وارد بشه، قلمش رو چشم بیاد حرفش رو بزنه، بالا پایین میکنیم، بالاخره از مجموع این افکار یه چیز درست در میاد. این ویدیو رو هم خواهشاً مطلب سوم اینه که عزیزی که داری اینو نگاه میکنی، وقت گذاشتی براش، لطف کن این پایین یه دونه 60 سربالا هست، یه دونه سرپایین، هر کدومو دوست داری بزن، هیچ فرقی نمیکنه، نظرت هم بگو. این برنامه گفتگوی ما نظر شماست، شما هم نظر بده، هیچ مشکلی نیست، ما کسی رو اعدام نمی کنیم، سر کسی هم نمی بریم. همین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنونم از شما، یادآوری خوبی بود که منم یادآوری کنم، چون من اسم بردم که ما توهینی به هیچ عزیزی نمی کنیم و مطمئناً که ما نمیگیم، به هیچ وجه برای این باور نیستیم که این عزیزان خائن هستن. این حرفا همه حرف ما این هستش که آقا چه خواسته و چه ناخواسته هممون داریم در این بازی مشارکت میکنیم، چه خواسته چه ناخواسته. اگر ناخواسته است که چه خوب، اگر خواسته است که چه بد. دیگه بیشتر از این نمیدونم چیزی میگم. و باید عرض میکنم علل خصوص در مورد عزیزانی که وزن بیشتری در این اپوزیسیون دارن به دلایلی، به خاطر پیشینه‌های خانوادگی و اینجور مسائل، اونم این که ما نظر سوئی نداریم، مخصوصا شما آقای ایرانی نظر سوئی نداری، ما حق نقد کردن رو بر خودمون محفوظ میدونیم و حالا شاید نوع کلماتی به کار میره در نقد کردن بعضی وقتا تند باشه، بعضی وقتا محترمانه تر باشه، اما در نهایت قصد تخریب به هیچ وجه وجود نداره، تحت هیچ شرایطی. قصد نقد، اتفاقا نقد تلخ و تند و اساسی، هیچ تعارفی هم نداره. در صورتی هم که من بارها عرض کردم، در صورتی هم که ما شاهد حرکات جدی باشیم، حتما با تمام امکانات به پشتوانه هر عزیزی که ببینیم داره کار درست رو انجام میده خواهیم بود. همین الانش هم هستیم. هر عزیزی که ما میبینیم حرفی برای گفتن داره درسته، من تا حالا به چندین و چند نفر پیام دادم که آقا من هستم، چیکار میتونم بکنم براتون.
و امیدوارم که عزیزان دیگه هم تشریف بیارن و اینجا فارغ از اینکه چه کسی چه اندیشه‌ای دارد، همین که یک اندیشه‌ای دارد و میتوان اون اندیشه رو به نقد کشید، به صحبت کشید و به مردم ارائه کرد، خودش در مسیر بهبود اوضاع خواهیم بود. هموطنان عزیز، تا درودی دیگر، بدرود. بدرود.